بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نیکان. نیکان خانه ماست. بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 100 تخت خوابی نیکان در شمال شرق تهران در زمینی به مساحت 3000 متر مربع و زیربنای بالغ بر 9800 متر مربع و بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی در تیر ماه سال 1390 افتتاح گردید. این مرکز درمانی با تاکید بر تخصصها و فوق تخصصهای پزشکی به گونه‌ای طراحی شده است که در ارائه خدمات پزشکی نوین در سطح بین المللی تمامی استانداردهای محیطی بهداشتی درمانی را با رعایت اصل توسعه ارتقاء کیفی خدمات و با در نظر گرفتن شعار مهرورزی راهبری نماید. بخش‌های متنوع درمانی بیمارستان در قالب 9 اتاق عمل، 5 بخش ویژه و 3 بخش بستری متمرکز شده است. کلیه بخش‌های مذکور به گونه‌ای طراحی شده تا با دارا بودن فضای مناسب و محیطی آرام موجبات بهبود بیماران را فراهم آورد. این مرکز فلسفه وجودی خود را اینگونه تدوین نموده است: در راستای التیام آلام بیماران، خدمات بهداشتی و درمانی ایمن و اثربخش را در حوزه‌های تخصصی و فوق تخصصی ارائه می‌دهد. این خدمات با کیفیت در حداقل زمان و فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ، مذهب و یا موقعیت اجتماعی افراد در سراسر منطقه خاورمیانه ارائه می‌شود. از مزیت‌های رقابتی این مرکز درمانی انجام جراحی‌های تخصصی و فوق تخصصی همچون پیوند کلیه، قلب، مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، پلاستیک و ترمیمی و زیبایی، ارتوپدی و تعویض زانو، زنان و زایمان، فک و صورت، عمومی و توراکس میباشد. 30% از تخت‌های بیمارستان به بخش‌های مراقبت‌های ویژه اختصاص داده شده است که شامل CCU، ICU جنرال، ICU جراحی قلب و NICU می باشند.